هرمز دو، شاه ساسانیان. داستان ما از سال 303 میلادی آغاز می شود. وقتی که هرمز دو به سر قدرت آمد، امپریای ساسانیان کاملا آسایشته نبود. ارمنستان از این امپریا جدا شده بود. ارمنی ها در کشور خودشان دین رسمی را دین مسیحی گفتند. این کار به ساسانیان عموماً خوش نآمد. شاهیگری ویزانتیا با شاهیگری ساسانیان بر سر ارمنستان دائما در جنگ بودند. هرمز دو در کشور ساسانیان دیر حکمرانی نمی کند. حکمرانی او تا سال 309 بود. او جوان از عالم گذشت. معلوم نیست که چند ساله بود. بعد از مرگ او پسرش آذرنرسی به سر قدرت می آید. چند هفته بعد کشته می شود. امپریای ساسانیان بی سرور می ماند. بزرگان دربار به هم می آیند و می اندیشند تا کی را شاه تعیین کنند و به تخت نشانند. مادری آذرنرسی همان وقتهایی که او را می کشند باردار بوده است. بزرگان چنین می اندیشند که تاج را بر شکم او گذارند. با همین فرزندی که او به دنیا می آورد شاه می شد. پس از 40 روز مرگ هرمز دو، همسر او طفل به دنیا می آورد. نام او را شاپور می گذارند. این همان شاپوری دو است. در هنگام کودکی به شاپور دو بهترین مربی ها آموزش های نظامی می دهند. در سن 16 سالگی شاپور دو یک شاه تمام عیار می شود. همین وقت ها بود که عرب ها منطقه های جنوب و غرب خلیج فارس را ناامن می کنند. سال 325 شاپور دو با لشکری بیشمارش به جنوب خلیج فارس حرکت می کند. او تا کشور آمن یا عمان پیش می رود. این خاک را هم به خاک خود همراه می کند. شاپور دو نسبت دشمنانش خیلی بیرحم بود. همین بود که عرب ها او را ذواکتاف گفتند. شاهنشاه شاپور دو 20 ساله بود که جنگ های خود را بر ضد رومیان آغاز کرد. این جنگ ها هم تا آخر عمرش دوام داشتند. سال 363 امپراتور روم به تیسفون حمله می کند. او فکر می کرد تیسفون را الکه گرفته است، اما سپاه 100,000 شاپور دو اون را محاصره کرده بود. آنها با هم می جنگند. در نهایت امپراتور روم کشته می شود. وی در زمان حکمرانی خود در امپریای ساسانیان نهایت کارنامه های زیادی کرده است. شاپور دو 70 سال در سر قدرت بود. 70 سال هم عمر دید. در نهایت سال 379 از عالم چشم می پوشد.